آیا می دانستید نام هایی که برای فرزندان خود می گذارید هم در دنیا و هم در آخرت می ماند؟ والدینی که می خواهند نام هایی را که در قرآن کریم به نوزادانشان اشاره شده است بگذارند، گاهی نمی دانند اسمی که برای فرزندانشان می گذارند چیست یا آنها را اشتباه می دانند. به همین دلیل است که خانواده ها باید هنگام نامگذاری دختر یا پسر خود بسیار مراقب باشند تا در معرض تأثیرات منفی نام‌های بدی که برای نوزادان خود می‌گذارند قرار نگیرند. مهمترین چیزی که برای کودک شما پس از تولد وجود دارد، نام‌هایی است که تعیین می‌کند چگونه او را خطاب کنید و همه در طول زندگی او از آن استفاده می‌کنند. ابتدا ببینیم که چگونه نام رسول خدا توسط جدش عبدالمطلب محمد نامگذاری شده است. عبدالمطلب جد رسول الله برای نوه زیبایش قوچی را ذبح کرد. همه تعجب می‌کردند که اسم این بچه ناز را چه می‌گذارند. بلافاصله پرسیدند این پسرت را که به مناسبت تولدش برای ما جشن گرفتی چه نامی گذاشتی؟ گفت نام او را محمد گذاشتم. این نام نامی نبود که مردم آنجا با آن آشنا باشند. به همین دلیل دوباره از عبدالمطلب پرسیدند ای ابوالحارث، چرا نام این فرزند را محمد نهادی و نام یکی از اجدادش را نگذاشتی؟ او در لذت داشتن چنین نوه‌ای پاسخ حکیمانه زیر را داد. از خداوند متعال می‌خواهم در آسمان‌ها و زمین بدرخشد. به بیان مناسب اسما همان آسمان است. نام‌ها از آسمان نازل می‌شوند. به عبارت دیگر خداوند متعال اسما را مقرر می‌کند و نام‌های مناسب را برای بندگانش می‌نویسد. همانطور که برخی از علما می‌گویند خداوند متعال در واقع به او الهام کرد تا نوه خود را به این نام بگذارد. زیرا نام محمد که به معنای ستوده شایسته ستایش است، معنایی داشت که همه صفتهای فرخنده را شامل می‌شد. تطابق نام پیامبر یعنی نام و صاحب نام مانند روز روشن است. ضرب المثلی هست، شخصی را 40 روز دیوانه صدا کنند دیوانه می‌شود. بنابراین هر پدر و مادری دوست دارد زیباترین، معنادارترین، متفاوتترین و خوش صداترین نام را برای کودک خود بگذارد. با این حال والدین اغلب معنی نام‌هایی را که دوست دارند و می‌خواهند برای نوزادان خود بگذارند نمی‌دانند. علمای اسلامی بیان می‌کنند که نامگذاری از نظر فرهنگی، اجتماعی و دینی موضوع مهمی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت نامگذاری زیبا را این گونه بیان می‌کند: شما در روز قیامت به نام خود و نام پدرانتان خوانده می‌شوید. پس نام خود را زیبا انتخاب کنید. فرشته‌ای که از طرف خداوند منصوب شده است به اذن خدا این ندا را می‌دهد. هیچ کس نمی‌خواهد در روز قیامت با نامی که دوستش نداشته باشد در پیشگاه خداوند حاضر شود. بنابراین نباید نام‌های بد برای کودکان گذاشت. اسمی که بر کودک گذاشته می‌شود هم در دنیا معتبر است و هم در آخرت. رسول خدا نه تنها به نام کودکان بلکه بزرگسالان نیز توجه داشت. او همچنین سعی کرد برخی از نام‌هایی را که بد می‌دید تغییر دهد. در مورد اسم‌های زیبایی که باید گذاشت هم اطلاعات می‌داد و هر از چندگاهی شخصاً اسم بچه‌ها را می‌گذاشت. پس اسامی که شرعاً جایز نیست، نام‌هایی که نباید بر کودک گذاشت و معانی آنها چیست؟ اگرچه نام علینا در قرآن کریم ذکر شده است، اما علمای اسلام از آن به عنوان نامی بی‌معنی یاد کرده اند. واقعا نمیدانیم این کلمه علینا که اخیراً زیاد به آن برخورد می‌کنیم چه معنایی دارد. زیرا علینا که در قرآن آمده اسم نیست. در جمله‌ای که در آن ظاهر می‌شود فقط به معنای بر ما است. و ما علینا الا بالله. وظیفه دیگری جز ابلاغ پیام بر عهده ما نبود. وقتی کلمه بر ما را که میتواند به معنای آن باشد را از جایش در جمله حذف کنید و نامی برای کسی بگذارید، سخت می شود معنی آن را بفهمد. اگرچه خوب فکر کنیم که شاید کسانی که این علینا را در سوره یاسین به عنوان نام انتخاب کرده اند بخواهند بگوید این فرزند هدیه خداوند به ماست، بهتر است به جای این نام دیگری ترجیح داده شود. نام ژولیده در فارسی به معنای شخصی با موهای درهم و به هم ریخته است. این نام را نباید گذاشت، زیرا معنای آن اصلاً آشکار نیست. نام امای نامی است که به الهه زن که اعتقاد بر این است که از کودکان و حیوانات جوان در کتیبه‌های ارخن محافظت می‌کند داده شده است.
از این حیث گذاشتن نام امای برای کودکان مناسب نیست. اسمی هر چقدر هم که محبوب و امروزی و جذاب به نظر برسد، پس از دانستن معنی آن نام برده می شود، مگر اینکه مغایر با شؤونات اسلامی باشد. در غیر این صورت نام برده نمی شود. از آنجایی که نامهای آلارا، روزا و آیلایدا نامهای ناپسندی هستند، گذاشتن آنها بر اساس دین برای نوزادان مناسب به نظر نمی رسد. جدای از این، اسم گذاشتن برای نوزادان با چیزهای بد یا بی‌معنی مناسب تلقی نمی شود. اسم کزبان هم هست که برای دخترانمان گذاشته اند که فکر می کنم یکی از اسمهای اشتباه است. کسانی که همیشه کزبان را به معنای دروغگو می دانند، در قرآن آن را با ممنوعیت اشتباه گرفتند. بسیاری از مردم همیشه این نام را به کار می بردند و تصور می کردند که این نام از کلمه فارسی کزبان به معنی خانه‌دار و توکزی که در زبان عربی به معنای دروغگو است گرفته شده است. با این حال ما فکر می کنیم مفید است که مراقب باشیم از نام‌هایی استفاده نکنیم که سوء تفاهم شوند، حتی اگر معنی خوبی داشته باشند. به همین دلیل نام‌هایی که معانی زیبایی دارند به راحتی تلفظ می‌شوند و احتمال غلط املایی یا تلفظ آنها وجود ندارد را می‌توان برای دختران ترجیح داد. اسم آسیه به معنای سرکش، بی‌حوصله، سرکش، گناهکار و راهزن است که دستورات خداوند را انجام نمی‌دهد. این نام توسط پیامبر ما محمد حرام بود. معنایی که در آن وجود دارد برخلاف برداشت اسلامی است. شایع شده است که پیامبر برخی از اسامی را با معانی زیبا با نام‌های زیباتر تغییر داده است. بیان شده است که یکی از این نام‌ها برره است. شنیده‌ها حاکی از آن است که نام برره به معنای انسان خوب، انسان کامل، بیگناه توسط پیامبر به نام زینب تغییر داده شده است. در رابطه با این موضوع بیان می شود که افرادی با این نام ممکن است معنایی مانند خود بزرگبینی را در ذهن خود داشته باشند و به همین دلیل ممکن است بر شخصیت فردی که این نام را یدک می کشد تأثیر منفی بگذارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که نام جمره به معنای باغ آتش توسط پیامبر به نام جمیله تغییر یافته است. آمده است که نام سلین که در بسیاری از جاها از آن به عنوان دروازه بهشت یاد شده است، نامی است که در قرآن کریم ذکر نشده و به معنای دروازه بهشت نیست. آمده است که بهشت دارای 8 در است و نام این درها عبارتند از صالت، جهاد، ریان، صدقه، حج، مغفرت، ایمن و باب معرفت ذکر می شود که نام سلین نسخه ترکی نام انگلیسی سلین است. همچنین از آنجایی که یکی از معانی سلین خرچنگ است، این نام چندان صحیح به نظر نمی رسد. ما نمی توانیم بگوییم که نامگذاری کودک به سیلین حرام است. افلال در اینترنت به صورت میوه تلخ در بهشت نوشته شده است، اما کلمه افلال در لغتنامه‌های عربی به صورت جمع کلمه الفل به معنای مکان خشک، بی‌گیاه و شکست خورده ذکر شده است. بر این اساس افلال به معنای مکانهای خشک، بی‌گیاه و شکست خوردگان است. همانطور که مشاهده می شود از نظر معنی، نامگذاری این نام برای کودکان مناسب نیست. در عوض توصیه می کنیم نامهایی را انتخاب کنید که معنای آنها با دین و آداب و رسوم ما همخوانی داشته باشد. افسون آمده است که به معنای سحر، دام جادوگران و کارهای بدی است که با نیرنگ انجام می شود و سحر از مواردی است که اسلام از آن نهی کرده و از گناهان کبیره شمرده است. بنابراین استفاده از این نام صحیح نیست. صنم در زبان عربی به معنای بت است، یعنی مجسمه یا بتی که کافران آن را می پرستند. با این حال در ترکیه به معنای زیبا نیز استفاده می شود. با توجه به این معنا محکوم کردن کسانی که این نام را گذاشته اند لازم نیست. با این حال اکیداً توصیه می شود برای جلوگیری از سردرگمی از این نام استفاده نکنید. بیان شده است که نام سویدا مناسب نیست، زیرا لکه سیاه وسط دل، دانه وسط میوه، معنای گناه پنهان در دل و گناه را دارد. الله رحمان که اسماء خاص الله عظیم شاه هستند به بندگان اسم نمی دهند، فقط به عنوان عبدالله و عبدالرحمن داده شده است. با این حال صفتها را می توان به عنوان اسم ذکر کرد. مثلا گذاشتن نامهایی مانند کریم، حلیم، قدیر برای افراد جایز است، اما افزودن کلمه عبد به ابتدای این نام احتیاط بسیار خوبی است.
چون اگر با افزودن کلمه عبد به جای کریم عبدالکریم میگویی، در این صورت از آنجایی که منظور از عبد بنده است میگویید بنده کریم و معنای بسیار زیبایی به خود میگیرد. بنابراین اجباری کردن آن حساسیت خوبی خواهد بود. در آخر زمان هر کودکی با نامی که به او داده شده خوانده می شود. اگر نام فرزند معنی بدی داشته باشد یا نامی غیر مسلمان باشد، طفل در حضور اهل قضا از نام خود شرمنده می شود. خداوند من را از بدو تولد مسلمان به دنیا فرستاد. علیه شخصی که این نام را به من داده شکایت می شود که چرا اسمی را برای من گذاشتی که معنای بدی دارد. به دلیل اهمیت معنای اسم است که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم مثالهایی از جایگزینی نامهای بد معنای خارجی به جای نامهای نیکوکار مسلمان آورده شده است. مثلا عبدالعزا را که به معنای بنده بت عزا است، عبدالله به معنای بنده خدا را جایگزین کرد. او جمره به معنی قطعه آتش را به جمیله به معنی دختر زیبا و نام حارب را به حسن تغییر داد. پس مراد از اسم مسلم این است که معنی آن بد نیست. اگرچه داشتن نام زیبا برای کودک یک فضیلت است، اما نمیتوان گفت که در آخرت با او برخورد خاصی می شود. زیرا رفتاری که فرد در زندگی پس از مرگ خواهد داشت بر اساس اعمال او خواهد بود، نه نام او. خلاصه اینکه والدین در انجام اولین وظیفه خود در قبال فرزندان از آوردن نامهای خارجی که هویت غیر مسلمانانه را تداعی می کند پرهیز کنند تا مورد شکایت فرزندان خود قرار نگیرند که در روز قیامت به نامهای خود خوانده می شوند. البته ممکن است افرادی هم باشند که مانند ما به این موضوع فکر نکنند. انتخاب متعلق به شماست، چون هر کسی مسئول انتخاب خودش است. دوستان، به پایان یک ویدیوی دیگر رسیدیم. اگر عضو کانال ما نیستید، سابسکرایب را فراموش نکنید و دکمه لایک را فشار دهید تا بتوانیم به ساختن این گونه ویدیوهای مفید ادامه دهیم و به تعداد بیشتری از برادرانمان دسترسی پیدا کنیم.